به هر مجلس که با یاران شیعه جمالی همدیگر شادان ببینه زیبای معرفت گلها بچینه اگر جوینده راهی نخینه بگویم بر رسول الله صلوات بگویم بر حبیب الله صلوات برای اینکه حق طاعت پذیر است چراغ معرفت در دل نمیرد عزازیل جوهر ایمان نگیرد محمد بر روی محشر دست گیرد بگویم بر رسول الله صلوات بگویم بر حبیب الله صلوات السلام علیکم که کار و بار خود را یک طرف آمده برای نصیحت من نصیحت گوش کردن در اینجا تشریف کرده ثواب نامه اعمال شما ثبت می‌کنم. عزیزان من راستن می‌کنم می‌خواستم با شما سخن‌های زیبا بگم الحمدلله باز هم از نام شما از نام خودم و از نام تمام برادران اسلام برای کنید در کدام کنار جهان باشد از نام همه شما استادان محترم وقت خود را برای شما آماده کردن راه دور و دراز را طی کردن که دیدار شما را ببینند چه پند و نصیحتی برای شما داشته باشند که برای اینجا قدم نشدن و قدم‌های اینها پروردگار و برکت عطا می‌فرماید و خداوند اینها را مبارک برگرداند برای سرزمین خوش آمدید حضرت را دور دیدن خداوند زبانان شما را هم باز هم گورا و شیرین و زیبا بگرداند خدای دعا کنید که از سخنان زیبا و ما عمل را برآید. عزیزان من سخن را بگیم باز مخلصانشان بسیار حضرت سخن را با کی می‌گویند گفتن که چند خدا با من گفتم کارم ببینم مخلص دارد در اینجا گفتم بله این مخلص دارد این کارم کسم گفتن که خود مخلص داشته باشد بازم کار زمزمه کنم با سخن را به همین عزیز رو برادر خانم دینی که بنده و محمد الله سخن میکنند باز استادم سخن میکنند اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار قرآن بهار دلهاست قرآن نوری منزل هاست قرآن صفای جان است او رحمتی جهان است کودکی دانا توی شمعی توانا هرگز نکن فراموش همیش بده قرآن روش که یار تو قرآن است دلدار تو قرآن است در آن دوری تنهایی مونیس تو قرآن است که یار تو قرآن است دلدار تو قرآن است در آن دوری تنهایی مونیس تو قرآن است در آن دوری تنهایی مونیس تو قرآن است ای کودکی مسلمان ای نازنین طرف
قرآن بخوان که قرآن بخوان که قرآن ای کودکی مسلمان ای نازنین تر از جان قرآن بخوان که قرآن بر درد ماست درمان بخوان تو آیه هایش گوش کن به گفته هایش صفا بده دلت را حل کن تو مشکلت را بخوان تو آیه هایش گوش کن به گفته هایش صفایت را حل کن تو مشکلت را یار تو قرآن است دلدار تو قرآن است در آن گوری تنهایی مونس تو قرآن است یار تو قرآن است دلدار تو قرآن است در آن گوری تنهایی مونس تو قرآن است در آن گوری تنهایی مونس تو قرآن است در این فانی بقا را دوست دارم در این فانی بقا را دوست دارم همه عاشقی زاری بندگان من این بنده خدا را دوست دارم محمد مصطفی را دوست دارم همین زاری بندگانم من این بنده خدا را دوست دارم محمد مصطفی را دوست دارم زی اول تا به آخر از خلایق محمد مصطفی را دوست دارم همه محمد مصطفی را دوست دارم زی آدم تا به خاتم از دل و جان رسول و انبیا را دوست دارم ابو بکر عثمان و حیدر شهریاری خدا را دوست دارم محمد مصطفی را دارم فدایی یار و اصحابی رسولم که بودم مقتدا محمد مصطفی را دوست دارم محمد مصطفی را دوست دارم ابو بکر که بوده با محمد ابو بکر که بوده با محمد رفیقی با وفا را دوست دارم محمد مصطفی را دوست دارم محمد مصطفی را دوست دارم یاری که عمر بود که بوده خیر و با سخا دوست
دوست دارم نباشد در عالم همچون عثمان حلیم و با حیا را دوست دارم شاهی مردان شیری راه رحمان علی مرتضی را دوست دارم علی مرتضی را دوست دارم با ما مادر ازواجی پیامبر همه پاک و صفا را دوست دارم با ما مادر ازواجی پیامبر همه پاک و صفا را دوست دارم همه پاک و صفا را دوست دارم نمی‌زیبد تکبر بر فقیران تواضعی گدا را دوست دارم محمد مصطفی را دوست دارم مصطفی را دوست دارم دوایی درد بیماران نام الله دوایی درد بیماران این دوا را دوست دارم محمد مصطفی محمد مصطفی را دوست دارم غنی به سخاوت فقیر است غنی به سخاوت فقیر است سخایی اغنیا را دوست دارم سخایی اغنیا را دوست دارم محمد محمد مصطفی دوست دارم مردم شما دوست دارم محمد مصطفی دوست دارم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الأطهر على رسول الله وقتی که صدای برادر که میشنویم مخلص هم نباشه مخلص میشه عزیزان اگر کسانی که سوالی داشته باشند شبی در آن خیر کردیم با خطیب جواب انشاءالله شما بگیرید همه خاموشی را دعوت کنیم عزیزان من خوش ممنون سخن بر دامن خدا و استاد دادن شود که محمد بسم الله الرحمن الرحیم ای نام تو بهترین سراها به نام تو کی کنم سخن باز ای نام تو مونسی روانم جز نام تو نیست بر دهانم سلام علی خاتم الانبیا سلام علی سید الاصفیا محمد کی عالم پر از نام اوست سجودی ملائک ز اکرام اوست محبی مساکین و محبوبی حق که از شرم رویش کرد العرق غلامی تو شاهان روی زمین تو
بعد هم خدا و درود و رحمتی دلپایان و روح پیامبری بشیر نظیر سرور کائنات معلم بشریت منجی عالم بشریت یعنی الحمدلله که لحظه ها و ساعت های هستی انشاءالله که حلقه که ما و شما جمع شدیم و خاطر خدا و خاطر یادآوری رسول الله و خاطر چیزی گفتن از دین، چیزی گفتن از خدا و از عشق خدا. حضرت خواجه حافظ لسان الغیب شمس الدین خواجه حافظ شیرازی در محفلی که سخن از می معشوق نرفت که همان بانگه و خران خواهد بود. در محفلی که سخن از خدا و عشق خدا نرود، از آفریدگار نرود، اون یاد خدا نباشد، صلواتی برای رسول الله نباشد، در نزد خدا همانقدر به ارزش است که گوید توله حیوان جمع شدن و آمده رفتن. الحال یک حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم، حدیثی که خدسی بیان میکنن حضرت ابو ادریس خولانی رضی الله تعالی تابعین است. ابو ادریس خولانی بیان میکنند که سفر دمشق داشتن. دمشق امروزه همین شام شریف میگفتن. اینجا میگه سفر داشتن. در شهر شام شریف میگه در دمشق و یک مسجد داخل شدن. در مسجد نماز خفتن همه مردم جمع بودن با سر لباسی زیبا و سنتی، همه مردم نشسته بودن و بعد از نماز مردم گردی هم جمع آمدن مثل همین جمعیتی با شما بود، پرسش پاسخ میکردن، سوال جواب. هر سوالی که میکردن سوال جواب میکردن. وقتی که در کلام سوالی که برمیموندن مردم با مولا یک نفر موی سر سفید، ریشی سفید، لباسای سفید، دندانهاش همونقدر سفید بود میگه که برق حسنایاهو، دندانهای پیش برق میکرد. میگن مردم گشته هم رو نگاه میکردن در صدر مجلس بالا. بعد میگفتن چکل میشود حضرت جواب بده که یک روزی همراه پیامبر خدا بودم پیامبر چنین وقتی که از نام پیامبر حدیثی که میگو همه بخش میشن. ابو ادریس خولانی که مهمون بود در شام میگه اون مرد که دیدم و مجرد دیدن میگه اون محبت در دل جوشید. بسیار یک شخصیت زیبا خوش اخلاق از پیامبر گرد میزد، محبت در دل جوش شد. بعدا یک نفری که در بر آمد میگه اوی پرسیدم که ایش هست که با کیسی میگه گشت با من نگه کرده بود وای حکا ای وای برکالی تو بای ایل نمیشناسی؟ میگه گفتم که نیو که من مهمان هستم. بعد میگه که این کسا معاذ بن جبل میگیرم صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در بین صحابه ها فقیر بودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم خطیب بودن، خدمت کردن. وقتی که میگه نام معاذ بن جبل شنیدم که صحابه رسول الله از پیامبر دیده است، میگه همون محبتی که با او داشته میگه 100 چندان زیاد شد و خاطری که این نفری هست که پیامبر را شخصی سر دیده است، آواز مبارک پیامبر را گوش شنیده است، دستهای مبارک پیامبر خطیده است، خشوع و حالی و حساب است. چون دراز شد میگه مردم سوال و جواب میکردن، میگه همینقدر محبت معاذ بن جبل در دل جا شده بود که خود میگه که از جون در بین مردم بلند بشن بگون که معاذ بن جبل الله
حسن که وقت دوست می‌دارم یا خواستم میگم باز دارم شرم کردم میگه از جمله نجوری و یک حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم که هر کسی را که در دنیا دوست می‌داری او کس را خود خواهم او بشین من تو را دوست می‌دارم تا که در بین شما محبت زیاد شود. بعد از نماز همه برآمدن رفتن معاذ جبل هم بودن در همون محل شب میگه قریب خواب نبود وقت در نیت گذراندم که سحر شود در نماز بامداد تاریک پیش از همه بیام در مسجد ایستاده بشم که معاذ جبل برای بامداد خونه که بیاید در رفته از پیش دستش رو بوسه میکنم و میگو که ای صحابه رسول الله تو بنده خوشبخت هستی که پیامبر خدا را دیده در حق ما دعایی بکن دیگر تو بنیت می‌دارم که از دعا طلب دعا خواستن از یک ولی یا شخص صالح یا آدم متقوا یا عالم صالح این وسیله علیه از تمام مذاهب دنیا و این اتفاق دارد یعنی از مرده طلب نکنی یک چیز از زنده طلب بکی ای فرمانی در حق ما دعا بکنم که خداوند مشکلات ما را آسان از قبر نی از مرده نی از آدم زنده پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که عمر بن خطاب سفر عمره میکرد سفر عمره دارم در حق دعا کن ای برادرک از دعا مرا فراموش نکنی پیامبر مرا گفت که از دعا ای برادرک مرا فراموش نکنی حضرت جمال میگه پیامبر یک پیامبر گفت اگر دنیا رو با مافی دادن پیامبر میگه در حق مدار شب به شب اومدم در معاذب عویدریس خورانی ایستاده شدیم که بینم که اکنون بر وقت از هم آمدم نصف شب که بیاید زیارت کنم دعا بگیرم که یکن در بیرون مسجد ایستادم بکنم که در اکشاده کنم مسجد یک بیرون ولی میگه در اکشاده بگیم که ها معاذب جبل در مسجد در صف پیش در مراقبه رفته گیر در ذکر خدا در یاد خدا هست بعدا نماز تمام شد میگم بعد از نماز یک تا مردم بر آمدن آدمایی که سفر داشتن دعای سفر گرفتن هر کسی یک چیزی میگفت دعا میداد مردم همه بر آمدن رفتن بعد از بامداد خودش تنها بعد میگه و نزد شما نزد پیش در پیش شیشتون دستش رو بسن کردم گفتم که ای معاذ بن جبل خیلی و خیلی تیمو بنده خوشبخت هستی که دیده صدای پیامبر شنیده دستهای پیامبر کپیده از کفای پیامبر نماز خونده من میخواهم بعد میگم گفت معاذ بن جبل گفتم بعد گفتم همین چیزی گفتنی بدم که با الله قسم که به خاطر خدا من تو را دوست می‌دارم به خاطر الله بعد میگم وقتی که سخن گفتم معاذ بن جبل و جذبانی پیش کشید در آغوش گرفتم میگم ولی اکنون بشین یک حدیث میگم که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز در چهره‌اش شادی نمایان بود و حدیث از نام خدا بیان کرد یعنی حدیث قدسی حدیثی را که پیامبر از نام خدا بیان میکنند او را حدیث قدسی گفته میشود او در قرآن نیست لیکن پیامبر از نام خدا بیان معاذ بن جبل گفت که عبدالعزیز خولانی گفت پیامبر از نام خداوند جل جلاله حدیث بیان کرد که الله عزوجل گفت که وجبت محبتی للمتحابین فیه وللمتزاورین فیه وللمتجالسین فیه وللمتبادلین فیه میگه معاذ بن جبل که عبدالعزیز پیامبر بیان کرد از نام خدا که الله عزوجل چهار چیز بیان کرد خداوند دارد محبتی واجب شده از ضرور شده از دوست داشتن منی الله وجبت محبتی للمتحابین فیه کسانی که در دنیا یکدیگرشان به خاطر خدا دوست می‌دارند
در دنیا برادران هر کسی که یکدیگرش فقط به خاطر خدا دوست می‌دارد، خدا میگه بر ما واجب است که هر دیگر دوست کنید. دوست داشتن به خاطر منصب نباشد که یک کس منصب داشت، یک وظیفه گرفت، اما میخدی و بیرونه میگوید در برگ نیست که من خویش نبوده است. یا ثروتمند همه جمع بشه که ما درستی تو هستیم، نه منصب، نه ثروت، نه یکان چیزی دیگر، خاص به خاطر الله. خداوند میگه وجبت محبتی للمتحابین فیها، ضرور شده از خدا میگه دوست داشتن من کسانی را که در دنیا دوست داشتن یکدیگرشون فقط به خاطر الله باشه. دیگه گفت وجبت محبتی للمتزاورین فیها، واجب شده از محبت الله بزرگجلال دوست داشتن خدا دوست داشته است کسانی را که زیارتشون به خاطر خدا باشه. یک صالح یک و تقوا را زیارت میکنن تا که در زیارتش یک چیز از او بفهمد، یک سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمد، یک آیه قرآن بفهمد، یک مسئله و مسائل. در همون کتاب‌های ابتدایی میخونیم که زیارت و خدمت علما میگه از واجبات ایمان است. برای نفس، برای تن ما ببینی بنده را کیم کلام جا میدهد کرور میدهد، چقدر مبلغ کلام صرف میکنه که بدن نصیحت کنه، اما نمیرود با جایی به پیش کسی که روحش نصیحت کنه و روح تلاوت کردن در تو. هر کسی که در دنیا زیارتش به خاطر الله باشه، خدا میگه بر ما واجب است که اینو را دوست دارم. سیوم ولی المتجالسین فیها وجبت محبتی، پیامبر میگه خداوند گفت که واجب شده از محبت من دوست داشتن من برای کسانی که در دنیا هم نشینیشون به خاطر الله باشد. در دنیا هر کجا که چند نفر نشستشون فقط به خاطر خدا هست، خدا میگه بر ما واجب است که اینها را دوست کنیم. الحمدلله که همین نشستی که اول ما و شما داریم به خاطر خدا هست، به خاطر الله هست. انشاءالله گمان میکنم که وقتی که به خاطر الله باشد، خدا بر پیامبر خبر میده بر ما ضرور است که اینها را دوست دارم. وقتی که خدا دوست دارد، این نعمت هست که اگر زمین و آسمان و مه کهکشان اگر بتاند، این در برابر این کم است، هیچی است. و چهارم پیامبر میگه گفت که الله ذوالجلال میفرماید وجبت محبتی للمتبادلین فیها، واجب شده از خدا میگه محبت من بر کسانی که صرف و خرجشون به خاطر الله باشد، به خاطر این حدیث به خاطر گفته شد که ما شما دانید که ان همین چهار کار دوست داشتنی به خاطر الله، زیارتی به خاطر الله، نشستی به خاطر الله، صرف خرجی که به خاطر الله وقتی که میکنیم، خدا میگه بر ما ضرور است که شما را دوست کنید. خداوند جل جلاله در قرآن آیه کریمه فرستاد استعذ بالله و اما من طغى و آثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. این آیه کریمه بیان میکند که و اما من طغى، کسی که در دنیا خالق خویش نشناخت، مالک خویش نشناخت، خالق و مالک رازق خویش نشناخت، ندانست که زمین صاحبش کی هست، ندانست که آسمان صاحبش کی هست. برادران عزیز، از همه عاجزتر چی است؟ همین آدم است از مخلوقات. نه طاقت خنکی دارد مخلوق، نه طاقت گرمی دارد، نه طاقت فقر فقر دارد، نه طاقت ثروتمندی دارد. در همه حالتش انسان طاقت ندارد. انسان عجول است و انسان چی است؟ رحمت پروردگار خیلی خیلی انسانی در کن که شکر کند و خاطر بیارد. حضرت هارون الرشید یکی از خلیفه های عباسی است، بیان میکند که
یک روز به زنش نزدیک شد که زنش گفت دور شد، گفت از برام چی چیزی بیان کرد که زنش یک شپل زد. زنش گفت که دوزخی هارون رشید. هارون رشید اگر من دوزخی باشم تو طلاق. پس بعد از گفتنش حیران شد که طلاق شد است یا نشد است. گفتگو کردن هر چی اولیمو را بپرسن یا همین مسئله را بگید او من یک شپل زد من دوزخی گفتم من شرط اگر من دوزخی باشم تو طلاق او یعنی طلاق شده است یا نه. هر کسی که بپرسن اولیمو میگه تو حیران اگر دوزخی باشی طلاق شده است، بهشتی باشی طلاق نشده است. اما دوزخی و بهشتی بودن این طرف کی بداند ما از کجا میکنیم؟ چند قدر مدت‌ها بگذرد در زمانی حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، حضرت امام شافعی چند حصه مسلمان کره زمین تقلید پیروی امام شافعی دارد. حضرت امام شافعی بسیار یک شخصیت بزرگی است که ما هم چی است حنفی ها برابر جان شافعی را دوست می‌داریم، امام مالک را دوست می‌داریم، احمد حنبل را دوست می‌داریم. این چهار مذهب هر جاش حق است و راست است، همه دلاش دلیل‌هاشون قرآن و حدیث است. حضرت امام شافعی 5 ساله کودک بود، گفت جواب این مسئله را من می‌دم و پیش هارون رشید بردنش خلیفه اسلام تا دربار او بردن 7 اقلیم هارون رشید را آورد. تمام خلافت اسلامی در تحت فرمانش بود، همونقدر اطراف چندین صدها دولت کلا که حتی ابردین و فی ابر و سرعت رفتن بگید هر کجا که ببوری از ملک ما دور نیستید خارج نشده اینقدر مسافت کلا نرفت. امام شافعی 5 ساله کودک برآمد که هارون رشید که در دوام حیات آیا کاری کرده که همون کار فقط بین تو بین خدا باشد، کسی دیگر آگاهی نداشته باشد. فکر کرد و برای یک واقعه هست که بین من و بین خدا هست. برادران عزیز، هر عملی که میکنیم، طاعت عبادتی میکنیم، نماز تهجدی که در شب میخونیم یا جوانمردی میکنیم، اول خدا را به خاطر بیاریم که خدا من را به خاطر تو میکنم. همین عمل بین بنده و بین خدا هست. من نقل کرد هارون رشید گفت جوان بودم، جوان بخوات و زیبا پرچو بچه بودم، خیلی شروع است. در قصر میگه پدر یک کنیزک رو بخره که یاش بسیار خوشرو بود میگه، بسیار آدم میگه محبوب شده بود میگه. او هم مرا دوست میداشت، من هم را دوست میداشتم. چند مدتی هم یک دیگر خطی کمکان یک گرد میپرکفتیم، چشمک میدادیم تا وقتی که در درون قصر خانه های همگفنگ و درونش یک جا میگه هر دومان تنها ماندیم، هر دومان تنها یکان کس دیگر وجود ندارد. او خواست که میگه عملی یعنی که نامشروع زنا را به جا بیاره میگه یک کم ترکی سالون هارون رشید میگه باید اونی کنیزه که پدر من هست، اگر به شرطی که پدر من به یک جا شده باشه پس این مادری من میشود، این مادری من کشی حرام است که باید این عمل ها و میگه وقتی که به خاطر بزد گفتم که کنیزی پدر من هستی، اگر هم خوبه شده باشه پدر تو به من حکم مادر میگیری، از نزد چشم دور شد، دویم مراتب در چشم من نمایان نشد. میگه از پیش رو نمیشه. همین کار میگه من مخصوص به خاطر خدا نکردم، خدا را داشت میکنم اما به خاطر خدا نکردم، به خاطر ترس چی میشه؟ حضرت مشافعی 5 ساله کودک گفت زن تو طلاق نشده است، تو بهشتی هستی، زن تو طلاق نشده است. که دیگر همه علما صدا بردن که تو چگونه بهشتی میبینی پیشه که خبر بدی. گفت آیا شما قرآن میخونید؟ گفتان بله. قرآن کشاده کنید سوره و نازعات رو ببینید که خداوند میگه که و اما من خوف مقام ربه، کسی که از خوف ترس پروردگار مقام ربه و نفس علی الهوا و هوای نفس خواهش نفس دل، کسی که وقتی که در گناه کردن قدرت پیدا میکنن، قدرتی هست که قدرتی دارد که زنا کردن همراهی یکی خدا را به خاطر بیارد نمیکنن، قدرتی دارد که روی
که هر طرف را بگیره و بخره خدا را باید بره که خدا را منع کرده است نمیکنه یا دزدی را یا دروغگویی را یا کدام عملی باشد وقتی که به خودی خدا را بیا و ترک عمل کند خداوند را وعده داده و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جنت باشگاه اون بنده است که در گناه کردن قدرت بالا نمیکند حضرت مولانا میگو اقامت کن ره شرع نبی را نفس تو هست میکن پیروی را خدا خواهد ز بنده بندگی را رسول خواهد ز امت پیروی را نباشی بنده نوکی زبانی که تا در نار دوزخ در نمانی مشو ملا و صوفی شرعی سنها مسلمان شو مسلمان شو مسلمان بودن تو کی به کار است مسلمان مردن اینجا اعتبار است پس از همه ضرور برای ما و شما همین است که مسلمان حقیقی باشیم خدا میگه ادخلوا فی السلم کافة در اسلام همتن داخل بشیم مسلمان باشی و دزدی کنه مسلمان باشه و زنا کنه مسلمان بگه و دروغ بگه مسلمان حسد بگه و خیانت کنه اینا از خصلت مسلمان نیست ما و شما آگاه باشیم در بین یکدیگر اتفاق باشیم که الله عزوجل در قرآن بیان میکند واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا بر اسمان الله تعالی چند بدن تفریقه نشیم جدا نشیم یک جایه باشیم تفریقه نشیم الان یک مهمون هم اینجا دارآمد کرد در این جای آشخانه دارآمد کرد مهمونی مفتی حضرت دست نامش یک هدیه کردن کتاب ضد یک بودن کلام بود از یک بودن کاکاوی بود از روی کتاب شما داد درباره اسلام مسلمان خیلی گپ زد گفت که همون چیزی را گپ زد که عقیده دشمنان دین میگه تفریقه بیاندازه حکم میکنه تفریقه بیاندازه حکم میکنه با روسیه اونجا باید کرد یعنی بین مردم جلوی بیاندازه حاکمی کرده گشتن میگه این عقیده دشمنان دین است کاری که بین ما تفریقه ناندازه پورا ما نکنه گروه ما نکنه از دشمنی از بدگویی از بخل از حسد از یکدیگر کم بودی گفتن هیچ کس آبرو نگرفته است هیچ کس فایده هم نکرده است برای همین باید اتفاق باشیم اتحاد باشیم این روزا الحمدلله که مملکت ما تاجیکستان عزیزم باشه روز به روز آباد شده است نسبت سال پیش هر کسی که ببینم حیران بشه صد کرد یک بار آباد شدگی است زیبا شدگی است همین نشانه چینجی و امانی است که ما و شما یکدیگر را ببینیم و رفتقا میکنیم در خدمت یکدیگر باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که خیر الناس من ینفع الناس بهترین مردم کسی است که فایدهش به مردم میرسد و شر الناس من یضر الناس بدترین مردم کسی هست که ضررش به مردم میرسد مخصوص خطاب ما برای این برادرها همچون برادر همچون دادر همین است که شما اتفاق باشید نشود که تاجیک خیانت کنند بسیار عیب است نشود که تاجیک خیانت کنند و در بدی یکدیگر باشد در ضرر یکدیگر باشد خدا پناه کنه از شما احتیاط داشته باشید هر کجا که باشید دستگیر یکدیگر باشید در این ملک از هریج هر طرف میروند خصوصا میروند این کلام ملک دیگر میروند در همونجا میگی شمشون بیچاره و جیوا گفته یک کلمه به معنی را گفته احمق شد میکنم همین خیلی گوشترایی که در بین شما بسیار احتیاط داشته باشید جلو و فقه تا نکنم که بلا هم در سر خودت میاد هم در سر خانوادت میاد کاری کن که هم ختم بقا باشی زندگی خوب کنی هم پدر و مادر اولاد در این واقع خیلی احتیاط داشته باشید که در اینجا گوشترایی خیلی زیاد هستن جوانان نوزنین هم بودن همشه در آنجا نابود کردن همین هایی که تشکیل میکنن میبرن با او جنراستی همین خودشون رو میکنن در این واقع باید ما شما احتیاط داشته باشید که نمونه که در تاریخان عشق چشم مادرها و پدرها مبارزن در این واقع باید که ما شما اندیشه داشته باشید خداوند همه
خداوند با لطف و کرم و قدرت تواناییش راههای گشوده شدن آسانی اونها را نصیب کنند و خداوند ذوالجلال در کسب و کاراتان برکات و با دستی پر و ریسک فراخ و خاندان رفتن آمدن نصیب روزی دیگر کند. تشکر زیاد. خدا خیر کنه. از این چیزا خیر کردنی مثلا که وقتی که سوالی که داشتم باشه یکی از شما فیریست همه حکومت عزت برادر بدارید و پروهای یکدیگر نگذارید. التماس از شما هنوز سوال داریم مکتوبتون رایی کنه خطور شرط نیستی و برای همین برادران یک اصول داده آمده که یک حکومت عزت مشترکانی من همین کاره رعایت کنم. خط انشاءالله مکتوب شما نهیده میرسد سوال کنه میگیدم برای همین یکدیگر خدمت کنید جو باشد جوزتر شدید توی که برادران چکا کنن شینن مرحمت استاد سخن و استاد بگیم. به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد بی حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، همه شما رو به این محفلی که پاداشش مغفرتی لغزش و خطای ما و شما هستند تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خدا می‌خواستم که الله مهربان در این لحظه هایی که ما از تعلیمات دین ما صحبت داریم، از حق بندگی ما صحبت ها داریم، خداوند آن ثواب و آن اجرهایی را که در عوض این گوش کردن یا رسانیدن وعده ها هست، خداوند بر یکایک ما و شما نصیب بگرداند. امام غزالی برادران عزیز در کتاب مکاشفت القلوب می‌فرماید که مر سلیمان علیه السلام بعابدی. یک روز میگه حضرت سلیمان فرزند حضرت داوود با همراهی تمام عسکرها و ملک و داریش وقتی میگذشت، پس نگاهش میگه به یک نفر رسید که الله را عبادت میکرد و نزد او توقف کرد، ایستاد و این مردی در عبادت مشغول گفت تو بالک یبن داوود لقد اتاک الله مالا کثیرا. خوش به حال فرزند حضرت داوود، خداوند چه مرحمت زیبایی را تو کرده است، اینقدر مال و اسباب و انجام برای تو داده است. حضرت سلیمان برادران عزیز بعد شنیدن این تعریف و وصفی که این عابد کردن، در جواب گفتن لتسبیحة فی صحیفة مؤمن. یک تسبیح را که شما سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر وقتی با زبان میگویین، افضل مما اوتی ابن داوود لأن ملک سلیمان یفنا
و سوار و تسبیح یکتا. گفتن همون تسبیحی که شما گفتین، همون لحظه که شما در یاد خدا بودین، از آن مالی که خدا به سلیمان داده است بالاتر است و بهتر است. زیرا مال سلیمان گفت فردا با دست یک سلیمان دیگر میزنم، ولی ثواب این تسبیح، ثواب این لحظه ها در نامه اعمال شما ثبت میشه. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز که خدای مهربان و این بزرگی الله را بین که ما و شما در کجاها قرار داریم، در منطقه هایی که چگونه که یک قصه یادم آمد وقتی پیامبر گرامیمان از دعوت برگشتن، با چقدر خستگی، با چقدر ماندگی، با چقدر تشنگی، وقتی میگه آمدن به خاندان دخترشون فاطمه در آمدن، فاطمه میگه احوال پدر دید بسیار بسیار خسته است، چهره ها و موی ها و لباس ها همه پری خاک. میگه در حال میگه فاطمه چشماش پری آب شد و گرفت، میگه چهره ها و لباس های پدرش پاک کرد و گفت پدر چی مسئولیتی وزنی به ذمه داری؟ پیامبر نازنین و برادر عزیز چی گفت؟ گفت فاطمه من برای تو یک بشارت دیم، یک خبر خوش خبر بتون. گفت بگو پدر. گفت این دینی را که خداوند بهر من فرستاده است، این دینی هست که در روی آمن کدام خانه که خواه از سنگ باشد، خواه از چوب باشد، خواه از خاک باشد، حتما این دین در خانه داخل می شود. الحمدلله برادران عزیز، ببین که دین به کجاها رفت، دین در کجاها وجود دارد. این همه بزرگی الله برادران عزیز و این خوشبختی ما هست که ما پیروی از این دین مبین، از این دین پاک برادران عزیز پیروی میکنیم. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است، لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. به ادب را به سماوات بقا منزل نیست، در سماوات بقا منزل مردان ادب است. آدمی زاده اگر به ادب است آدم نیست، فرق در جنس بنی آدم و حیوان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست، عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. دیده بگشای ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی، دیده بگشای ببین قاتل شیطان ادب است. یک دو سه روز که در خانه تن مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. رو پسر پند پدر گوش میکن هر شب و روز، دولت و ثروت و تاج سر مردان ادب است. شمس تبریزی بکن ذکر خدای ملکوت، نغمه پردازی این مرغ خوش الهام ادب است. برادران عزیز و گرامی، من این مصرع‌های بسیار زیبا و پر از حکمت و تعلیم را از جناب شمس تبریزی الله رحمت و مغفرت کنه در گوش شما رسانیدم و خواستم در گرد آداب و اخلاق که برای اصلا نه شما، برای جمع مسلمان برادران عزیز مهم است،
یک چند دقیقه صحبت داشته باشم. چگونه ای که برادران عزیز زراعت، درخت با آب نیاز دارد، ما به آداب بسیار نیاز کلان داریم. خدای مهربان در قرآن برادران عزیز سوره دارد به نام قلم. نون و القلم و ما یسطرون آغاز سوره است. در همین سوره مبارکه الله مهربان آن محمد صلی الله علیه و سلم که ما از جان مونده هم دوستش می‌داریم و حتی برای او اشک هم می‌ریزانیم، آن محمد نازنین در قرآن الله مهربان وصف میکنه و اینک لعلی خلق عظیم. برادران عزیز، ببین که خدای مهربان اخلاق پیامبرم، اخلاق شد، آداب شد. الله مهربان میگه ای محمد چه آداب زیبا داری، چه اخلاق بزرگ داری. برادران عزیز، وقتی خدای مهربان اخلاق پیامبر نازنین ما را وصف کند و حالا که او دارای همین اخلاق بود، امروز پیروای او، امتهای او وقتی از این خصلت نیک، از آداب دور باشیم، آیا جای تأسف نیست؟ آیا جای این نیست که ما کسانی که اگر بی ادب باشیم گوییم حیف به نام من باری امتی که پیامبر من خدا به اخلاقش وصف کند و من یک شخص بی آدابم، من یک شخص بی ادبم. برادران عزیز و گرامی، حضرت ابو بینیم چی میگه؟ آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. وقتی که اگر صورت آدمی هم که داشته باشی ولی در تو آداب نباشد، تو را آدم گفتن بسیار محال است، بسیار مشکل است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق در جنس بین آدم و حیوان ادب است. بین چارپا، بین حیوان، بین انسان دیگه فرق فقط به آداب است. این آداب و بینیم برادران عزیز به آیت قرآن ثابت است. ادب بهتر از گنج قارون بود. شیخ سعدی میگه ادب بهتر از گنج قارون بود که فزونتر از ملک فریدون بود. بزرگان نکردن پروای مال که اموال را هست روز زوال. اینان سوی علم و ادب تاختند که نامی نکو از ادب یافتند. شیخ سعدی میگه همین قارون حال قیامت اگر مالدارهای ما مال جمع کنند شاید یکان 10% قارون هم مالدار نشوند. ولی شیخ سعدی میگه آنقدر مالی که قارون داشت از مال قارون در دیگه برادران عزیز برای ما میگه بهتر و لازمتر داشتن آداب است. که فزونتر از ملک فریدون بود. حتی آن تختهای شاهی که مردکان نشستن میگه از اون هم بالاتر آداب نیستند. عزیزان نکردن پروای مال که اموال را هست روز زوال. این عزیزان خدا میگه دنبال مال ندویدن، زیرا دانستند که ملک این مال روز زوال دارد. اینان سوی علم و ادب تاختند که نام نکو از ادب یافتند.
اینها همیشه شما بینید برادران عزیز در یگان جای در یگان بزرگوار هیچ وقت به مال داشتنشان وصف کردگی نیستند، فقط به عالم بودنشان و فقط برادران عزیز به آداب داشتنشان وصفشان کردند. برادر عزیز یک دقیقه ولی همون چی خونمانه نازل بود کنم زنده راست بسیار آداب داشتن برادرای عزیز برای ما بنیوت مهم است. من یک حدیثی را از حضرت ابی امامه که از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میارد، میگه انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء و ان کان محق و انا زعیم في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. برادر عزیز بسیار چیزی خیلی برای ما مهمه. میگه من ضامن، پیامبر میگه من کفیل که تو را در درآمدگاه جنت از خدای مهربان شرایط و امکانیت طلب میکنم، فقط یک شرط پیش تو، شرط همین که تو آدمی جنجالی نباشی. اگر چند حق و جانب کم باشد هیچ وقت دست به جنجال نزن. من کفیل تو، اگر تو همین را به عهده بگیری، من کفیل که در درآمدگاه بهشت برای تو تمام شرایط از خدا طلب میکنم. دوم، من کفیل برای تو، ولی بین ما لبی شهر داریم، مرکز داریم ما. خب من در مرکز جنت برای تو جای و شرایط طلب میکنم، با شرطی تو اگر در دنیا سخن دروغ نگویی، اگر چند با طریق شوخی هم که باشد. برادر عزیز اینا را همچون برای خودتون یک درسه، یک حدیثای پیغمبر نازنین مونن. اینا سخنهایی هستند که حضرت خودش کفیل گذاشته است. من کفیل، تو دروغ نگو اگر چه با طریق شوخی باشد. و سوم، من برای تو در نزد عرش از الله مهربان شرایط امکانیت طلب میکنم اگر تو دارای اخلاق خوب باشی، دارای اخلاق حمیده باشی، تو یعنی بچه خوب باشی. من در نزد عرش از الله مهربان برای تو شرایط امکانیت طلب میکنم. شما میدونید که پیامبر میگه این المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجه صائم القائم. یک آدم برادر عزیز روزدار شب تا روز نماز میخونه. چقدر این آدم مرتبه و منزلت داره. بین روزدار شب تا روز نماز. پیامبر گفت که این آدم ثواب آدمی که دارای اخلاق حمیده هست ولی این عبادتی را که این بنده خدا به جا میاره آورده نمیتونه، میگه برابر همین ثواب میگیره. وقتی اخلاق داشته باشد، آداب داشته باشد، برابر آدمی که روزدار شب تا روز نماز میخواند، میگه برابر وی هم ثواب و آدابش میگیره. برادرها وقتی من اخلاق میگم، آداب میگم، عبدالله ابن مبارک در جامعه ترمذی، امام ترمذی در جامعه خودش در باب آداب سخن را از عبدالله ابن مبارک میارد. میگه وقتی شما آداب میگین مراد از آداب چیه؟ اخلاق میگین مراد از اخلاق چی است؟ میگه طلاقة الوجه، بذل المعروف و کف الحسن. میگه آداب همیه. عبدالله ابن مبارک گفته این شاگرد امام ابو حنیفه است ولی پیر امام بخاری است. تصور کنید برادر عزیز، امام بخاری را پیر شاگرد امام ابو حنیفه. میگه حضرت گفتن که چهره شاده باشد و همیشه از دست نیکویی برمیاد
و به کسی زیان نرسانید. همین آدم میگن که بسیار آدم خوب دارد. حضرت امام احمد حنبل برادران گفتن مراد از آداب چی است؟ گفتن بالای کسی غضب نگیر و حتی که ای طرف بندای خدا به سر آمده تحمل. اینا میگن آداب. حضرت امام شافعی برادر از شاگرد امام مالک کرد. میگه وقتی نزد استاد رفتم گفت که ای امام شافعی علم تا گفت به مثال نمک بگردم و آداب تا به مثال آب بگردم. اگر که بگیریم نمک مهمتر است یا آب، البته آب بالاتره. امام مالک و امام شافعی گفت که از همه برای من مهمتر همینه که تو آداب داشته باشی. خود امام مالک فرزند چه وقتی نزد استاد روان کرد گفت اول چیزی که از استاد می آموزی آداب آموز، بعد علم آموز. ولی بعضی اهل‌های علمانند برادرای عزیز اکنون جای مثال چی روی مثال من اگر یکی اگرون تنقید کنم شاید که اگر خفگی هم شود سخن من اگرون غرضناک نیست. اگر کدام اهل علم داملای و مولوی و شیخ و صوفی اگر آداب نداشته باشد برادر عزیز همون علمی داشتگی در همون آدم هیچ زینت ندارد. اگر آداب نداشته باشد این آداب چون حتی حضرت فوزیل خواندم ابن ایاز بسیار یک شیخ کلامه. حضرت میگن با یک آدم فاسق یک آدمی که آشکارا گناه میکنند با فاسقی که آداب خوب داشته باشد با او خشونی از صحبت کنند. یکی با عالم و قاری که به آداب است خشونی نمی‌صحبت. یک قصه از حیات پیامبر بیارم بعدا ان شاء الله صحبت همینجا انجام میدیم. برادرای عزیز آداب پیامبر مهم. وحشی گفته یک شخصی را انشاءالله فکر میکنم شما میشناسید صحابه است. اگر چنده که حضرت امیر حمزه را همون کس بر خط رسولید. حضرت امیر حمزه را همون کس بر خط رسولید و در آخرین فرمانش و آخرا باز یک از دشمنان بسیار سرسخت هم به نام مسیلمه کذاب وقتی دعوای پیغمبری کرد در دعوای خلافت حضرت ابوبکر او را به خط رساند که داری میگفت یکی از دوستان خدا را به خط رسانید و یکی از دشمنان خدا. همین وحشی برادران عزیز وقتی که پیامبر مکه را فتح کرد گرفت تا زمان فتح مکه در مکه بود. اینا از مدینه آمدند. وقتی پیامبر مکه را فتح کرد گرفت وحشی که قاتل امیر حمزه بود فرار کرد طایف رفت. شهر طایف یکون 90 کیلومتر 70 کیلومتر 90 کیلومتر از مکه دورتر رفت در اونجا پنهان شد. وقتی پیامبر آمد در مکه مردم سیده می آمدند ایمان می آوردند. عاقبت به نزد وحشی آمدند گفتند وحشی با پیامبر در مکه نمیره ایمان بیاره. گفت شما چی میگید؟ گفت شما نمیدونید که من کی را به خط رسانیدم. وقتی امیر حمزه را برادرای عزیز را به خط رسانید وقتی که با نیزه زد میگن همین ابوالحسن ندوی در کتاب سیرت چون میگن میگن همین زیر نفت زد همون نیزه ای پشتش برام. وقتی در زمین زد این برادرای عزیز آمد و گوشاشا برید گنیشا برید لباشا برید حتی که قلبشا میگه بیرون کرد. حتی از همون از عداوت که بعدی دشمنیشا میگه جیگرشا بیرون کرد. حتی خام بگذید چقدر میگه مقصد نسبتش بسیار معامله بد شد. حتی حضرت آمد احوالی امیر حمزه را دید بسیار ناراحت شد بسیار گریه کرد. وقتی خواهر امیر حمزه حضرت صفیه میخواست بیاد و پیش برادرش پیامبر پیش راش گرفت که در دیدن این ممکنی که ترایگان دهشت پیش بیاد. خلاص وقتی که پیش وحشی آمدن وحشی گفت من باور کنید گفت
من حاضرم میدونی من چه احوال میکنم من را امک شود خط رسول امیر حمزه امک پیغمبر بود هر دوش خود شیرخواه بودن یعنی برادرای رسالی بودن گفتن ای وحشی به خدا قسم اون رفتار و اون گفتار و اون نشستی را که حضرت دارد ما هیچ باور ما نمیاد که در نسبت یکون کاری بدی را انجام کرد حقیقتا پیامبر اون برادر از عجیب آداب داشت خراب هم میخورد همون خراب اگر هیچ مزه که نداشته باشد نکنیش نمیکرد نمیگفت که این چیه این خراب که این نه مزه دارد این نمک دارد این کی پخت است یا چوک است همون نگه حضرت چیزی نمیگه اگر میگه ایداش میخیز نام الله را میگه میشیش نام الله را میگه وقتی در راه میگه میره با همه سلام میکرد وقتی در خانه میدرامد برادر از خانه که میدرامد السلام علیکم و رحمت الله میگفت ببینید هر یک کارش هر از خانه میدرامد بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله از خانه بیرون میشی وقتی میگه اگر بعد از شو میداد یکون کسی که مولا انگشتر میاد فلانی میساد میگه حضرت هم آدابی بلند داشت که تمامی دست شما میگفت فلانی بیو میگفتی یک انگشت از تمام اشاره رو میکرد بسیار آدابای زیبا داشت بسیار معاملای زیبا حتی میگه یک کس اگر میخواست این برادر در گوش پیغمبر چیزی بگن نمیمام که از جاش بگن خودش گوش را میبرد میگه چی میگه با کسی سلام میکرد میگه در با دست شما میکشید تو باید دست شما میکشید با کسی گفت میزد میگه اگر همین چشم در چشمای همون بود هیچ وقت چشم در چشم میگه دور نمیگه بسیار آدابای خوب داشت خیلی اومده وحشی را گفتن وحشی آمد پیغمبر در مسجد آمده همین در حال راست حضرت ایستاد لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان آورد گفتند حضرت گفت وحشی تصور کن ای زمان ختم امیر حمزه آوازش شنیده و پیغمبر دیده رو داشت گفت وحشی گفت بشین گفت قصه ختم امیر حمزه را برای من حکایت کرد چرا کشی تو باید میگه وحشی میگه وقتی من حکایت میکنم چقدر مقصد در دل من درد و غم داشت را من خودم احساس میکردم زیرا در رو برای پیغمبر کشتار امک شما کردیستم میگه از زمان نگاه کنم که حبیب خدا سرش پایان میگه و بابا و چشم ریختیسته بعد از اون میگه همین قدر مرا گفت برادرای در صحیح بخاری هم میگذارد این که یک کلمه گفت فهل تستطیع ان تغیب وجهک عنی او ایمان آورد گفت وحشی امکان دارد که در کجایی که من باشم همین رو برای من نبرد زیرا گو من در چهره تو حادثه امیر حمزه را میبینم همین که امکان دارد امیر حمزه میگه گفت جانم فدا گفت هیچ وقت من در روبروی تو راست نمیشم میگه تا وقتی که حضرت در کجایی بود از هر طرف برم و سخناش را گوش میکنم در چشمش نمیتافتم برادر عزیز آدم ببینید چقدر حضرت ببینید در چه حالت گذر میکنن در چه حالت ها گذر میکنن ما آن یکان حالت که حالت از سر ما نمیماند همین حالت در ماها امت پیغمبر تشکیل میکنه از این حالت ها گذشتن ما یک طرف همین حالت ها را تشکیل میکنه مثل که گوییم به خون یکدیگر تشنه برابر این بسیار این قصه را ما به خاطر آوردم که مثل حضرت باید ما گذشت داشته باشیم مثل حضرت باید که ما هم بخشیده بتوانیم تصور کنید این مسجد زیبا پیغمبر شیشتگی اصحاب در گردش یک کسی میدرویه بود اونم کنده کرد برو چاپیون میکنه و پیشاب کنند میگیره اصحاب ایجاز بلند میشوند ناراحت میشوند مسجد این میگه همه کن بشین همه چی نمیدن بیزار پیشاب بود کنند تصور کنید پیشاب بود میکنند میگه بیو بچه میگه
میگه اینجا مسجد اینجا جای سجدگاه هست، اینجا برادرها خدا را عبادت میکنن، اینجا اجازت نیست پیشاب کردن. مردم دوره جاهلیت بود برادر عزیز. من پیغمبر خدا ندانستم که در این مسجد پیشاب کردن ممکن نیست. ببینید چه حضرت معامله میکنن. در جا کشی ناده بود کیا خسته بود با اون خوابیده ای برادر. برای گفت سطیل ظرف بگیرید جای پیشاب شد آب شد که پرد برید شما پهلوان های امت را شما میتونه این کار را این ما شما باید پیروی حضرت داشته باشید. این از برادران عزیز همونده که من از اطراف آداب پیامبر که با خدا من از ممکن ای 3-4 ساعتی که اگر قوتی گپ زدن دارم ممکن که من یکم چند دقیقه از را برای شما گفتم، ولی انشاءالله از خدا امید دارم که برای آدمی که اگر پیروی از آداب کنه از اخلاق کنه همیشه کفایت میکنه. زیر نیاز داده عزیز حتی شما با آداب نیکوتان در اینجا یک کس یک سوال خواندم میگه کمی سوال بوده که اینجا ملکی کافی را هست برای همین در اینجا مسجد اینجا نماز آمده خواندن ممکن نیست زیرا که او خودش نمی‌کنه، زیرا که اینجا کافی را رولالت میکنه. برای همین ممکن نیست بوده است. من حیران میشم همین در بعضی همین آدم‌ها را که عقلم برای میگه پری طاووس لطیف است و کرگس نرسد. عقل هم چیزی عزیز است و هر کس نرسد. این عقل هم خیلی خدا هر کس نمیداره که دادن عزیز شما خدا را شکر بگید که در این ملک ها مسجد بناشیده است. در اینجا این توده مردم جمع شما نماز کنه میخونیم. اگر در همین ملکی که بر اصطلاح شما ملک کافر اگر آمدین مسجد نداریم خب نمازاتون در کجا میخونید؟ این دعاتون در کجا میخونید؟ این مسجد فقط یک برای نماز خواندن است، برای یک دیداربینی است، برای یک حل مسئله، برای یک سلام علیک است. آخه این در اون پر خیر و فیض دارد. از این لحاظ عزیز حتی با اخلاق نیکوتان قطعی همین مردم هم برخورد خوب کنید. با اینها برادرای عزیز شما این گپ‌ها را پرت کنید، این کسی در گوشه شما با خدا این گپ‌ها را خونده و دشمن شما. من شب در یک محفل شیشتگی بودم همون جمعی بحث است، لیکن شما یک بار سوره ممتحنه را بینید آیت 8 خدای مهربان ما را میگه در حق همینها اگر شما نیکویی کنید ما از نیکویی کردن در حق اینها شما را من نمیکنیم. در اسلام این نامده است. پیامبر ببینید حضرت امام احمد در مسندش میارد میگه من ازا ذمیاً فقط ازانی و من ازانی فقط از الله. کسی ذمی را آزار میده. ذمی کیه؟ ذمی یک کسی است که بگویش که اسلام قبول کنه من قبول نمیکنم اسلام. من هم دین خودم نیستم. در اسلام اگر همین ملک اسلامی باشد یک شرط شده همین آدمای دین قبول نکردگی زندگی میکنن، حکومت اسلامی باید برای بخطری حیات اونها باید کفالت بده. فقط اونها هر ماه برای بخطریشون یک مبلغ معینی در بگیم بیت المال مسلمانان میسپارند. ولی پیامبر میگه اگر همونها را کسی آزار کرد باید آزار من است. کسی من را آزار میتند الله را آزار می‌دهد. این گپ‌ها نیست برادر. من در شهرها گشتم بچه‌ها حتی گروه شدگی همون بای‌های همیا رو می‌خپیدن می‌زدن پلوش رو می‌گفتن این کافر درست است. این برادری از این جبر به جان خدا، این جبر به خدا پسند این ممکن نیست. همین آداب شما با آداب نیکوتون در دل اینها مقصد خداتون را جای کنید. بگذار آداب نیکوی شما سبب ما هدایت اینها شد. الله همتون برادران عزیز خیر کنید. یک سوالای بسیار خیلی ما خواندن بگیریم و انشاءالله استاد
جاهاشون همه گردونن اما بازم خیلی خداوند بیدرد و بیغمتون کنن الله میرون محبت اخلاصات ما با این خدا زیاد کنن در اون حدیثایی که برای شما رسولیدیم خداوند توفیق عمل کردن شد بر ما و شما نصیب بگردن و الله میرون خانداناتون در فیض و برکات نازل کنه و همیشه برادرها در حق آبادی در حق وطن در حق بعضی بسیار پیشروی ها و خوبی های هم مادیمان و هم معنویمان و همیشه دعا کنیم و خدای مهربان از جمیع ضررها و از جمیع بدبختی ها و از جمیع بدگمانی ها خدای مهربان خود ما دیار ما زادگاه ما الله مهربان نگهبان باشه و برادر از اینجا چیز دیگر هم گفتم که مبادا اینجا بچه‌کات مقتدیتان باشه کاری کنیم که فرزندان از آداب اسلامی دور نکنیم زیرا برادران این تاجیکستان نیست که در بین تاجیکا و در بین مردم مسلمان خودمان بگردن خب یکان خطر نیست یکی وقتی اینجا برادر رو از میبرید اخلاق اینها و رفتار اینها بر رفتارهای ما شما موافقت نمیکنن زیری ها بسیار روش گوشتون در فرزنداتون بگیرید یک بار دیگرم گفتم باز میگم فرزنداتون آموختن زبان تاجیکی را یا دانستن زبان تاجیکیشون اگر کدام برادر عزیز نخواهید باور کنید خیلی خیلی ای چارچوبای آدمگری دور حرکت نمی بچه هیچ وقت زبان خود گم نکنه بگذار عالی شد بگذار هر شود ولی زبان شد خدا را پایبند عبادت بودنش هم هیچ وقت باید دست نکنه همیشه برادرها در این راستا هم حرکت می فرزند در پیشوی فرزنداتون چرا از اینجا لازم بکنن تای نارکه و تای توسط نشید فرزنده را چقدر با شرم و حیا و این تربیت کنید فرزنده را حرف قرآن باموزید بگذار فرزنده شما قرآن را بخوانند اگر میبری برادر عزیز اونم یک آیت را که در حق میخونند اون آنجا در بعد رحمت میگوید خدا را شکر که مثال کردی فلانی سال شده من بچه های قرآن خواندم این راحت خانه تمام شد امکانیت هست شرایط هست از اینا استفاده دارید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین خب اینجا نام سلام علیکم دوستان دیدار شما برای ما بهتر از کار دنیا هست محتاج دعای شما هستیم در حیاتی خوب در حق مؤمن و مؤمنان میزنی خیلی دعا کنده میکنم خیلیش دعا دستیم برادر انشاءالله دعا میکنم انشاءالله در واقع ابورت میفهمونده ابورت کردن ممکن است یا نه بسم الله ابورت داخل لفظ خدمت اسقاط حمل اسقاط حمل در فتواها آمده هست یعنی اگر ضرورت باشد همیشه فرق باشد ضرورت باشد تا 120 روزه گیره یعنی 120 روزه گیره 4 ماه گیره روح دارد نمیدن چه جون دارد تا همون 120 روزه گیره تا 4 ماه بیشتر قرار نرخصد فقط ضرورت در ما ضرورتی باشد که مثلا هست که زن برداشته و طفل ندارد یا کودک مرد شیر که با حامله دار میشه یا اون حالت دیگه ای که ضرورت هست دکتر توصیه نمیده تا 4 ماهگیره 120 روزگیره رسد اگر از 4 ماهگیره 120 روزگیر به نوشدوام یا به جون و اون لکه نفس میکشه زنده دیگه را اسقاط کردن ممکن نیست اگر کسی بکنه مثلی بودن کشوری دلان میگیره یا دیگه ضرورت هست که مثلا اگر همون کودک عبور نکنن یا اسقاط حمل نکنن زن نمیبرن در حالتی هسته که تولد کردن نمیکنن
ایلودش روش از طرف چپ شده جراحی کردن میگن در دعوای ایمون اعظم این کار بود. این کاری نما نیست نه چیزیش میگفتم بر دکترش میگن از طرف چپ میگن کسی رو این کسی رو همین کسی رو در زمان ایمون اعظم همون چین ایمون اعظم تغییر که از طرف چپش چوب کرده بیرون کاری نما اگر در حالتی که زن خوفی مرکز در صورت میشن درونده خورا کنم کشم گیرش دیگر حالتو در اسکوت همون مرد السلام علیکم محترم خانم من در خانه امامی وقتی که طهارت میکنم پیشاب باز آمدن میگیرم من میتوانم که امامی کنم در خانه هیچ کس قرآن خوندن نمیتونم این کس سوری بزر کسی که تورنش خبیده نمیتونه مثلا سلسله بال میگن که همون آبش دوی میچکه یا سلسله ره کسی که دوی بودش میگوید یا آفی خونی بونش دوی بینیزه یا معذور هستن یا اماماتیشون درست نیست باید اماماتی یک علوم سولومی صحت سلامت باشه برای معذور درست نیست مثل خیلش اگر هم تری معذور باشه باید امامات کرده میکنه السلام علیکم بای حاجی از خداوند میپرسیم که علم شما رو باز بکند ما شاگردان شما مخلصان شما از ازبکستان ناحیه سخنوری و دهه هوشیاری خواهش میکنیم که دست مبارک خدا برداشته با تمام مؤمن‌های دهه هوشیار دعای خوب کنیم انشاءالله رو قد روش آخیر نمیدیم السلام علیکم خوش دارم که پدر و مادر من رو که در بیمارخانه هستن دعا کنید دست عالمی دین رو بوسه کردن درست است یا نه؟ بوسه کردنی اصلا در کتاب کرامیت هم خطی رو آمدگی هسته که فقط مرد بوسه کردنش معنی بعضی مرد برگردنش بوسه میکنه یا که از یهجوش مرد بوسه کردنش معنی فقط پادشاه عادل عالم با تقوی صالح پشتی دست رو بوسه کردن رخصت کرد پشتی دست پدر و مادر رخصت کردن بوسه کردن رخصت کرد پدر و مادر دیگر حاجی وقتی که از حج از خانه خود برمیگرده میگه از پیشونش بوسه کردن رخصت کرد خاطری که باید پیشونی سجده کرده است خدای عبادت کرده است دیگر رو ما یک گروه جوان‌ها در مغازین کار میکنیم در جایی هم مشابه اسکیتی و هم مشت خوب میپوشن کم تدبر می روشنی اندازه خداوند شما اگر ایلوج باشد شما جایی کار کنید که در همه جا چیز حلال باشد ایلوج باشه حرکت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر حاجی از برای الله شما رو دوست می‌داریم. 13 سال شد در همین ایرکوتسک زندگی می‌کنیم، لیکن همین مسیر از 3 صف زیاد نمی‌شود. غیر از روز جمعه مردم تاجیک ایرکوتسک یکدیگر رو دستگیری نمی‌کنند. که در برای همین کمک با فیلم با خانوش نباید همون چیه؟ کمک همین نوعیتفاقی از همین بی‌وحدتی از همین بعضی مثال بسیار مشکلات رو میزنیم دستمون رو نمیگیرن بعضی جا در کار کنیم اگر آدم سمون کی نداد بعد بگیم شما میروان هم طرف باید سیفوریش هم میگیرن روش رو میتنن خیلی طریق گپو خلاص ناراحتی و ناراضگی ها هست که ما در دوام صحبت اینا را روز جمعه تا حاضر تاکید رفتیم اگه خدا کنه که یک نتیجه خوب بده ما هم طرفدار همین که شما هم اتون یک آدم باشین برادر همتون انشاءالله بهترینش همینه خب از نامسلمان خیر گرفتن یا خیر کردن با نامسلمان درست است یا نه؟ فقط زکات مولا در مسلمان صدقه فیتر زکاتی که واجبه است صدقه دیگر صدقه نافله را غیر مسلمان رو شامل نیست که اسم 5 بیتش ایشالله ثواب یا یک خراب هم بتیش ثواب
یا یگان همسایه هاتون تمکیل مسافری فردا در نیمکولا پیکولا هستن در اون طرف اوقات یک نون یک مثلا سمک بتیش اینشالله ثواب هست صدقه نفلی. آیا بر خود گرفته گرداندن تومان خب نگاه داشتن ایمان درست است یا نه؟ اگه برای مرده از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که هر بیگاه این طریق سنتی وجود دارد. هر بیگاه پیش از تو پیامبر صلی الله علیه و سلم معوذتین خلاص الفلاح خلاص الناس میخوندن در کفشون کوف میکردن تمام بدن میشکیدن. در وقتی که بیمار میشدن حضرت ایشان مدار همین کارو میکردن. شما هر بیگاه همین کارو بکنیم از هم چشم سحر جلو هم مجروح میکنیم. آیا اما من اسباب پدر طفل رو با باید رسولیده است حق آب کردن مدار حق آب کردن شده اما کی کلام کردن اکنون اما کم در نبودن پدر رنج دلش درمانش خودش بخوره. خب در وقت طهارت کردن سخن گفتن درسته؟ در وقت طهارت کردن همون دعاهایی که ثابت زمان را بگیرید. سخن طهارت کردن همون دعاهایی که ثابت زمان را بگیرید. سخن دنیا نکردن شد. السلام علیکم. اگر نماز بانگو رو در وقتش خوانید لیکن دیگر نمازها رو در وقتش خوندن نمیتونید. مثال در خواندن باشیم یا در کار ایراج نداریم. چی باید کرد؟ در وقت گفتن نمازها رو نخونده رو خونی میشه؟ اصلا قضایی خودش گناه است. خیلی گناه عظیمه. یک نماز قضا کردن گناهش بسیار بسیار عظیم است که تا حد امکان شما حرکت کنید که قضا نکنید یا در اول وقت خونش های کاری کار کنید یا که در وقتش نشید اخیر وقت بخونید کاری کردن نماز قضا نکنید. برای قضا کردن نماز بذارید نیست. السلام علیکم. در نماز ویتر دعای قنوت خواندن حتما است یا دیگر دعا را خونی میشه؟ اگر دیگر دعا خونید به جای قنوت در ویتر واجبی به جای میاد اما سنت به جای نمیآید. به خاطر که پیامبر صلی الله علیه و آله همین قنوتی که میخونیم همین تاریخ خوندن. همین قنوت رو بخونیم اگر در دوامش دعاهای دیگر هم که کسی بدون کنه اگر دعاها رخصت هم که کسی بدون کنه اگر دعاها رخصت است. خب متعه در مذهب ما سنی کی من کرده شد؟ برای چی؟ نکاح متعه و موقت دو نمون بودن که هیچ تو شرط داره. متعهش موقتش وقتی اینجا مثلا نکاحی چخیل بگیم وری میدیم مثلا یه هفته نه یه روزه یه ماه نکاح باید اینو میگن موقت. متعهش همون کار نرخیم موقتش وقتی چند وقتش معین میکنم متعهش کار نرخ میکنم مثلا هم اول قدر نرخ میکنم هر دیگه اینها قبلا رخصت بودن بعدا حرام شدن. یکی گوشتی خیلی خانگی یکی نکاح متعه و موقت تا قیامت حقش حرام شده. این روز اگر چندی که در مثلا که اهل سنت وجود نداره که اما فقط در شیعه وجود دارد لیکن برای ما و شما سنیورا حرامه حکم زنا را دارد. کسی حرام کنه نعوذ بالله از دایره اینو خارج میشه. السلام علیکم بابا حاجی. من اما نصیحت دارم چیکار کنم؟ همسرم برای سخنگوی دغر میکنه و طلب طلاق دارم. پدر و مادرش هم با فکر او راضی هم. من یک پسر دارم او رو دوست میدارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در رو بیان میکند که لفظی حدیث بیان میکنیم وقت تو هست هر زنی که بی باک بی پروا طرف شوهرش میگه که مرا طلاق کنم سر بده جواب بده همه فرشته های زمین و آسمان لعنت شدن. وقتی که فرشته ها که لعنت شدن در لعنت خدا و فرشته که تو شما او زندگی چی خیلی برکت داره و
وقتی یک چیزای زندگی هست که شما باید رها کنند. فقط شما میتونید پند نصیحتش کنید بفهمونیدش. این خودش از همین سخن معلوم است که زن تربیه دینی، تربیه اسلامی ندارن. پدر و مادرش هم مثل خودش به اهمیت بی‌پروا هستند. تو حد امکان صبر کنید، تعلیم تربیتش کنید. بعدی که هیچ گیلوش نکنید دیگر به صورت اختیار شما. همینجا دوباره میخوام دیگه همش دعا بوده است. سوالاتون با همین تمام پیش من بودن. اینجا گفت از ترکیش در سن پترزبورگ شده دیدم. 19 همین اکتبر با وفامت متاسفانه 4 مهاجر توجیه یک مرد مناسب و 3 جوان و جان آفرین سپردند. یک تا شهری وحدت است، تبلیغ به 2 نفر دیگر قربان تپه. 3 نفرش رو یافتند، 1 نفر از قربان تپه یافت نشده است. و ما از پیتر زنگ زده التماس کردند که با مهاجر در حقم دعا کند و باز دعا کنند تا نفر 4مشان پیدا شود. خیلی کار خیر خیلی میرمون در همین چیزا بسیار چیزای خطرناک هست. خدا میگم در همین کار شما دست نداشته باشید. احوال بسیار اکنون ترکشی اینجا شده است میره فکر میکنم خیلی هم اصلا ترک کنید. این زباد خیلی چیزی باشد لیکن اصلا برای این ترکیش ها برای عزیزی وقت کوشش کنیم بخدا اکنون شما چند قدر میدونید نمیدونید من در اونجا هستم ای شما بسیار خواتیرم بخاطر اون که گفته حضرت که بسیار آدمایی هست که منفعت میجویند منفعتشون وقتی که میجویند انا همین برای خاطر منفعت اونها برادرای عزیز خداتون مقصد ایتر سفرهای بسیار بیهوده طرف الله نکنید. در این مسئله بسیار جدی باشید. خیلی شما اینا در حقی همش دعا میکنید که نکنه که دو باز در حقی همشون دعا میکنید. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لنا حول احسن الحال الله جلال برای که در یه جوری که مکتوب آمده است از دنیا گذشتن خداوند مرتبه شهید نصیبشان گرداند و برای که در این مسافری گذشتن حبیب خدا صلی الله علیه و سلم من مات غریب و مات شهیدم کسی که بر پاک و موضوع از وطن دور از دنیا گذشتن شود پیامبر میگه مات شهیدم مرتبه شهید در میآورد و شرط پاک بوده در یکی نویت باشند خداوند شما شاد و شما پرنور گرداند و الله عزوجلال اهل جماعت ما و شما توفیق و هدایت نصیب روزی بگرداند. الله عزوجلال کل او بندگانی که در این ملک زندگی میکنند کار میکنند و فعالیت دارند خداوند همه مسلمانان را در حفظ حمایتش نگهبان باشد. خداوند توفیق هدایت نصیب شما بگرداند. خداوند را بیماری‌های ما و شما شفای کامل شفای عاجل بکند. خداوند قرضدارهای ما و شما از قرض نجات بدهد. خداوند محبسی‌هایی که در محبس هستند از فرزندان ما و شما و ملت ما خداوند راههای خلاصشان و لطف و کرمش آسان بگرداند و الله عزوجلال همه ما و شما را در کسب کار عمر و جان برکات عطا بفرماید. تن صحتی سربلندی دنیا و آخرت نصیب و روزی بگرداند و خصوصا سرزمین عزیز تاجیکستان عزیز ما را خداوند تینج و آرام و بی آفت بگرداند. پیشرویش خداوند زیاد بگرداند. عدل انصاف خداوند شعار بگرداند و الله عزوجلال همه ما و شما را با محبت ایمان و اسلام و قرآن نگهبان باشد. از ما واقعین اول برادران که در حق استادان خداوند ناصر اینها را زیاد بگرداند و مزخرفشان واقعین در ویزای باشد در حق پدر و مادر استادان ما دعا کنید خداوند رحمت و مغفرتشان بگرداند. بعد استاد بسیار مخلصان یکم خاله مردی ما خواهش کردن که همون سری غریبی را یک قرائت کنند بسیار مکتوب ها آماده کردن و همیشه
در کجایی گفتم فریادم کنه بعد مردم تا نگردم به نشان ذکر خیری دوستان شادم کنه گر خطای رفت از من منظرت گر خطای رفت از من منظرت آن خطا بخشید و آزادم کنه تابوت مرا زی چوب شمشاد کنه تابوت مرا زی چوب شمشاد کنه تابوت مرا قدم قدم برداره در خاک سیاه مانده و فریاد کنه تابوت مرا قدم قدم برداره در خاک سیاه مانده و فریاد کنه غریب گر کند یادی وطن غمناک میگردد فتد آموز پا او چون نشانی تیر میگردد گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره با دعایی خیر و با آیات قرآنم بره کرده از خاطر پریشانم غریبی سالها بعد مرگم سوی خشانی پریشانم بره من برای رزق پاک و پاره ایدان آمدم سوی اهلی خاندان با پاره ایدانم بره یا بختان یا حصار یا بدخشان یا کسو در غریبی سرخنجید جسم و جانم التماس بعد مرگم کنج خاکی تاجیکستانم بره بعد مرگم کنج خاکی تاجیکستانم بره اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله آید بمشامم زی سبابوی مدینه آید بمشامم زی سبابوی مدینه تابان شده شمس مدینه از توی مدینه دارم بدینم
ملاقات محمد دارم بدلم میل ملاقات محمد یا رب مدد تا بروم سوی مدینه یا رب مدد تا بروم سوی مدینه یا رب عطا کن تو به من بال پرنده تا بر بکشم دیگه زنم سوی مدینه آید به مشامم ز سنا بوی مدینه تابان شده زینه بدین از کوی مدینه دارم بدلم میل ملاقات محمد دارم بدلم میل ملاقات محمد یا رب مدد تا بروم سوی مدینه از تعریف قیاقم شدم مار دلی من بیماری دل بسته بدا روح مدینه دیدار مدینه آرزوی مومنان است دل جذب وفا گشت از این روح مدینه قربان قدمگاه پیامبر بشوم من قربان قدمگاه پیامبر بشوم من دل جذب وفا گشت از این روی مدینه آید به مشامم ز سما بوی مدینه تابان شده شمس بدل از کوه مدینه دارم بدلم میل ملاقات محمد یا رب مدد تا بروم سوی مدینه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين بسم الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بس کشورم نروی کن. که؟ آره میدونم اون اکتیم بود. اون دارم که زرویش کو. پوتلیس چه اکن ایسته بود کو.